با سلام، جلسه دوم آموزش خط و زبان فارسی رو شروع می‌کنیم. یادتون هست که در جلسه قبل حرف‌های آ، ا، ب، م و د رو معرفی کردیم. حالا واژه‌های جدیدی با اونها می‌سازیم، مثل واژه دام، مثل واژه ادب، مثل واژه آب. حالا با هم دیگه جمله میسازیم. بابا آب داد نقطه. بابا آمد. به ترکیب د و میم دقت کنید. آمد. با آمد، یعنی یک میم اینجوری و یک دال اینجوری. به دست من نگاه کنید. آمد، آمد. حالا میتونیم د رو به صورت جدا تمرین کنیم. دام. ببینید د در اینجا پیوسته است، در اینجا گسسته. میم همینطور، حرف میم در اینجا پیوسته است و در اینجا پیوسته است و در اینجا گسسته. دام. ماد. باد. ب پیوسته، ب پیوسته و ب گسسته. باد. بد. ترکیبی از و بد. با به صورت منفرد. باد ترکیب واژه. باد. واژه دیگری که اومد در اینجا هست واژه دام. ببینید ترکیب با و ترکیب دام خودش یک واژه جدید میسازه که هیچ ربطی به اونها نداره. بادام یک نوع میوه هست. دام حیوانی که علوفه میخوره. دام. با یک حرف اضافه هست و ترکیب یک حرف اضافه و یک کلمه دیگه یک کلمه جدید میسازه. بادام.